كتبنا صفحة المجد التالي. أيها التاريخ ربنا قد رجعنا بالجديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و سلام خدمت شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید در این سلسله برنامه‌های بسیار بسیار مهم و بسیار بسیار پرمعنا. برنامه امروز ما در مورد یک شخصیتی است که از جوهر اون میفهمیم که چه مواردی رو از صفات زیبای نبوی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگرفتن. در واقع هر یکی از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گوشه ناچیز از صفات بیکران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو گرفتن و در زندگیشون جوهر اصلیشون همون صفت بود. صفت مبارزه با فقر، صفت همت و تلاش یک مرد رادمهر و همتی که چهره زندگی رو دگرگون میکنه، همتی که چشمهاش به آخرت هست و در این دنیا زندگی میکنه اما هدفش رسیدن به رضایت الله متعال هست. انفاق در راه خدا، رسیدن به رضایت الله ذوالجلال یکی از معانی پرباری است که در این شخصیت تجلی میکنه. انفاق در راه خدا، بگذارید که این هفته رو ما با هم اسمش رو بذاریم هفته انفاق در راه خدا، بخشیدن در راه خدا. اونایی که مال و ثروت دارن میگن خب این هفته رو ما خودمون رو آموزش میدیم تا یک انسان بسیار سخاوتمندی بشیم در راه خدا، هر عمل خیری که میتونیم توش سهمی رو برمیچینیم. خب اونایی که ندارند و مهارتی بلدن، نجار، نانواست، میکانیک، هرچه هست، بیایید آقا این هفته رو یاد بگیریم که همین مهنه و همین کاری که داریم، همین هنری که بلدیم، این رو به دیگران یاد بدیم. خانم هایی که هنرهایی بلدن به دختر خانم ها یاد بدن، آقایون به جوون ها یاد بدن. به هر حال این هنر رو انفاق کنیم در راه خدا. آقا معلمم من چه کار میتونم بکنم؟ بله، شما بیای از این هفته یاد بگیر و عملا نشون بده که بچه‌ای که مونده است، بچه‌ای که نمیدونم کلاس خصوصی نیاز داره، بیایید کلاس خصوصی مجانی بزنیم برای بچه‌هامون و بچه‌ها رو رشد بدیم. آقا پزشک بیاد یک روز از هفته رو ویزیت مجانی بذاره و به بینوایان هم داروی مجانی بده. هر کسی در هیچی در توان نداری، بهتر همین میتونی که جلو هر کس رو دیدی واسهش لبخند بزن و قولوا للناس حسنا و حرفای زیبا بزن واسه همه و همه رو شاد بکن. این هم یک انفاقی در راه خداست. پس این هفته شد هفته انفاق در راه خدا تا من هدیه بدم به شما زندگی، چه گوشه‌ای از زندگی این بزرگ مرد، یکی از افرادی که در همین دنیا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهشون بشارت بهشت رو دادند. از 8 نفر اولی که اسلام آوردند، از اون افرادی که حضرت عمر بن الخطاب وقتی که از این دنیا رحلت میکردند اونها رو گذاشت که بعد از ایشون خلیفه رو انتخاب کنند و این فرد خودش رو کاملا برای خدا فروخت، گفت من خلیفه نمیشم اما من داور میشم. بله، چه کسی میتونه باشه جز عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف همون شخصی که بعد از ایمان ابوبکر صدیق به 2 روز بعد ایمان آورد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینه که آقا ابوبکر 2 روزه که مسلمون شده. یعنی اینی که من و شما حداقلش 1000 بار بیشتر از ابوبکر 2 روز مسلمونی قرآن میدونیم، 1000 بار بیشتر تعالیم اسلام و مفاهیم اسلامی رو فهمیدیم و حفظ کردیم و میدونیم. ابوبکر با اسلام 2 روزه عبدالرحمن ابن عوف میاره به اسلام. راستی من و شما چند نفر رو وارد اسلام کردیم با وجودی که خیلی ادعا هم داریم که از ابوبکر 2 روزه ما صدها برابر اسلام رو بیشتر میدونیم. واقعا اینا مرد بودن، اینا هستن که ما هر روز باید بگیم رضی الله عنهم. واقعا شایستگیشو دارن، واقعا مردونگیشو نشون دادن. اینا هستن که رضی الله عنهم شدن. خداوند از اینا راضی شد. اینها
افرادی هستند که نشون دادن به خدایشون که واقعا مرد میدونن. ابوبکر صدیق بود که این رادمرد عبدالرحمن ابن عوف رو به صف مؤمنان آورد. بعد از اون ایشون در مسیر اسلام چه سختی ها که تحمل نکرد و از جمله افرادی بود که خانه و کاشانش رو رها کرد و به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حبشه مهاجرت کرد. بعد از بازگشت به حبشه باز به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راهی یثرب و مدینه شد و در مدینه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بین عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ربیع انصاری پیمان برادری بست. سعد ابن ربیع یکی از سرکرده های انصار مدینه بود، پولدار و ثروتمند و اما جانفشان مثل برادرش عبدالرحمن ابن عوف. وقتی که عبدالرحمن اومد و خب چیزی در چته بساطش نداشت، خب سعد گفت که ببین پولدارترین اهل مدینه منم، هیچ فکرشو نگیر، من 2 تا باغ بسیار بزرگ دارم، برو نگاه کن هر یکیش خوشت اومد از شما، و همچنین من 2 تا خانم دارم، تازه اومدی و کسی به تو زن نخواهد داد، اما اگر ببین هر کدومی که مناسب میبینی من طلاقش میدم، قبل از حجاب بود البته، طلاقش میدم و شما میتونید باش ازدواج کنید. اما عبدالرحمن کیه؟ عبدالرحمن یعنی عزت نفس، عبدالرحمن یعنی شرافت، عبدالرحمن یعنی همت، عبدالرحمن یعنی مردانگی. گفت خداوند در مال و زندگی و خانواده‌ات برکت بده. تو شهر شما بازار هست؟ گفت بله که بازار هست. گفت منو همین بازاری که میگن بازار بنی قینقاع رو نشون بده، دیگه کارت نباشه. و عبدالرحمن این مرد بود، این مردی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم براش دعا کرد که خداوند در مالش برکت بده. همین عبدالرحمن میگه که اگه من سنگی رو برمی‌شدم چه کار کنم اینقدر پولدار شدم، اگه سنگی رو بردارم زیرش طلا پیدا میکنم. اینجور زندگی میکرد، زندگی مردی که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم براش دعا کرده بودند. بعد از چند روز عبدالرحمن اومد ژیگل و پیگل، ماشاءالله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای عبدالرحمن باش، عبدالرحمن چه خبره؟ میگه چی یا رسول الله ازدواج کردم. خب چقدر مهر دادی؟ به اندازه یک هسته خرما طلا. عبدالرحمن این که هیچی نداشت، الان پولدار شده بود، رفت ازدواج کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اولم ولا بشاد، یک مهمونی بده، یک گوسفندی هم سر ببر، همه بدونن که ازدواج کردی. عبدالرحمن این مردی بود که در بدر شجاعانه جنگید، این مرد بود که در احد ثابت قدم موند. در همون لحظاتی که خیلی ها فرار کردن، عبدالرحمن ثابت قدم موند و بسیار زخمی شد. بیش از 20 اندی ضربه شمشیر و نیزه و تیر و اینا خورده بود. بعد خداوند متعال شفاش داد. عبدالرحمن مثالی است در انفاق در راه خدای منان و در بسیاری از جنگ ها، در همه جنگ ها عبدالرحمن با مالش بیشتر از وجود فیزیکیش که همیشه وجود داشت، با مالش بیشتر پررنگتر بود. در غزوه تبوک، آخرین غزوه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند و مشهور است به غزوه ذات العسره، جیش العسره، یعنی جیش سختی، لشکر سختی. وضع مسلمان‌ها خیلی خراب بود، وضع اقتصادیشون در اون حضرت عبدالرحمن ابن عوف خیلی هر چه دار و ندار داشت رو آورد تقسیم کرد. بیش از 200 خورجین سکه طلا آورد. حتی حضرت عمر وقتی دید گفت یا رسول الله این عبدالرحمن به خانواده‌اش ظلم میکنه ها. گفت که چطور؟ گفتم که فکر میکنم که واسه خانواده‌اش هیچی نگذاشته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صداشون زدن، گفتن که عبدالرحمن این همه ثروت رو آوردی، واسه خانواده‌ات هم چیزی گذاشتی؟ گفتن بله بله بیشتر از اینا رو گذاشتم. گفتن چقدر گذاشتی؟ گفت مژده رحمت و مژده روزی پیامبر خدا و رسولش. این مژده شما واسه خانواده من از همه مال و ثروت دنیا بهتر و عزیزتر. این غزوه ذات العسره همون غزوه‌ای بود که خیلی از مسلمان ها میخواستند برن جهاد، اما توانش رو نداشتن که اشک میریختن که خدایا همه مسلمان ها دارن میرن جبهه، میرن جهاد، من نمیتونم، توانش رو ندارم. از حسرت میخوردن و بعدا اینا رو بهشون میگفتن بکاون، یعنی گریه کنندگان، اشک ریزان به حسرت عدم مشارکت در جهاد.
تقدیر الهی و شرفی که خداوند متعال به پیامبر به عبدالرحمن ابن عوف داد در این غزوه تجلی کرد. در این غزوه خب مسلمان‌ها خیلی اهتمام داشتن به نماز و نماز در اول وقت خونده بشه، اومدن همه آماده نماز. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا نیستن، چه کار کنیم؟ ببینید در بین این لشکر کی رو صحابه انتخاب میکنن؟ عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف حالا که پیامبر نیستن شما بیایید نماز بدید. عبدالرحمن نماز رو شروع کردن. بعد از یه رکعت نگذشته بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن و پیامبر پشت سر عبدالرحمن ابن عوف نماز خوندن. ببینید یعنی چه شرفی بیشتر از این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالرحمن ابن عوف رو به عنوان امام مسلمین، حتی امام بر خودش، در نماز اجازه دادن. یعنی این فرد یه فرد شایسته است، یه فرد که از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امضا گرفته که تو بهترینی، تو از بهترین صحابه من هستی. و بعد از اینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به رفیق اعلا رحلت فرمودند، عبدالرحمن ابن عوف اهتمام خاصی به امهات المؤمنین داشتن و بهشون رسیدگی میکردن. خب امهات المؤمنین چیزی در بساط نداشتن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این دنیا که رحلت فرمودن چیزی نگذاشتن، اصلا پیامبران میراثی ندارن، اما خب میخواستن حج برن، مسائل حجشون رو، رسیدگی به زندگیشون رو همهشون بر عهده عبدالرحمن ابن عوف بود. خودشون این مسئله رو خودشون بهش رسیدگی میکردن. حتی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یحنو علیکن من بعدی الا الصابرون، فقط این صابران هستند که به شما لطف میکنند بعد از من. و صابران یعنی عبدالرحمن ابن عوف از جمله صابران هست، از جمله کسانی که خداوند متعال در وصفشون میفرماید واصبروا ان الله مع الصابرین، صبر کنید که خداوند با صابران هست. والله یحب الصابرین، خداوند صابران رو دوست دارد. و در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده است که من یتصبر یصبره الله، کسی که خودش رو صبر کنه خداوند توفیق صبر بهش میده. و ما اعطى احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر، هیچ نعمتی رو خداوند متعال به کسی نداده به این عزت و به این شرافت و به این مکانتی که صبر داره. عبدالرحمن ابن عوف در مدینه یکی از عمده‌ترین، بلکه عمده‌ترین ثروتمندان مدینه بود و تجارت مدینه دستشون بود و در هر یکی از غزوه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همه شرکت داشتن و با مالشون در یکی از غزوه‌ها 40,000 سکه نقره دادن، در یکی 40,000 سکه طلا. در اون زمان ببینید چه ثروت بسیار هنگفتی بود. و در یکی از غزوات 1500 تا شتر همراه با سواری و توشه راه مجاهد و همه اینها رو در راه خدا انفاق کردن. در یکی از جنگ ها 500 تا اسب همراه با زاد مجاهد رو به مسلمان ها دادن. وقتی هم که از این دنیا رحلت فرمودن، از جمله کارهایی که کردن قبل از وفاتشون، برای هر یکی از باقی ماندگان بدر 400 دینار طلا دادن. 100 نفر بودن تقریبا، به همشون دادن. وقتی هم که از این دنیا رفتن مال و ثروت بسیار بزرگی رو به جا گذاشتن. از جمله ثروتشون 1000 تا شتر بود، 100 تا اسب بود، 3000 تا گوسفند بود، طوری که در بین خانم‌هاش که 4 تا همسر داشت، به هر یکی از خانم‌ها به هر حال 1/8 میراث مال خانم هاست، اینو به 4 قسمت تقسیم کردن. به هر یکی از اینها 80,000 تا رسید. خب خود ببینید که دیگه الان چه ثروتی رو عبدالرحمن ابن عوف به جا گذاشته بود. این بیانگر چیست؟ بیانگر این مکتب رهایی بخش اسلام هست که با فقر جنگید. نه اون گمان کجی که در بعضی سرا هست که بله اسلام یعنی دعوت به فقر و ناداری و بیچارگی و فلک زدگی میکنه. نه 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 نه. اسلام دینی هست که با فقر می جنگه. اسلام دینی هست که مسلمون رو تشویق میکنه تا در راه خدا انفاق بکنه، تا نذاره در جامعه
هیچ فقیری باشه، هیچ یتیم و مستمندی نیازمند نباشند، هیچ بیوه‌زنی نیازمند نباشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا وکفل الیتیم کهاتین، من و کسی که به یتیمان رسیدگی میکنه اینطوری وارد بهشت میشیم. السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که به ناداران و مسکینان و بینوایان کمک میکنه مثل مجاهد در راه خداست. اینقدر پیش خداوند متعال عزیز هست و اینقدر اجر و پاداش داره. اگر عبادت‌های اسلام رو هم نگاه کنیم، عبادت‌های اسلام نیاز به مال و ثروت داره. نمازی که میخونیم خداوند متعال به ما امر میکنه که خذوا زینتکم عند کل مسجد، لباس تمیز و مرتب بپوشید وقتی هر مسجدی میرید. مسجد بنا کردن اینا همش نیاز به ثروت داره. زکات که یکی از ارکان دینه بیانگر این هست که مسلمون باید اینقدر پول داشته باشه، اینقدر ثروت داشته باشه که از مایحتاجش در طول سال بیشتر باشه که بره زکات اون رو بده. حج میخوای بری باید یه ثروتمندی باشی طوری که بتونی خرج زندگیت رو، خرج خانوادت رو در مدت زمانی که خودت در سفر هستی رو تأمین کنی، کل این سفر رفت و آمد و مخارج و هزینه‌اش رو تأمین کنی. یعنی چی؟ یعنی یک انسان ثروتمند باشه. اما این ثروت نباید توی مؤمن رو مغرورت کنه. ثروت عبدالرحمن ابن عوف، این ثروتی که وقتی که از دنیا رفت این رو میگرفتن با تبر طلاها رو تیکی تیکی میکردن بین بچه‌هاش تقسیم میکردن. حالا شما فکر کنید چه ثروتی داشت این فردی که میلیاردر اون زمان بود، شاید یکی از ثروتمندترین افراد، میگن مثلا شاید یکی از 10 تا ثروتمند بزرگ جهان اون روز بود. خب این عبدالرحمن وقتی که با برده ها و با کارمندا و با اینا می نشست نمیفهمیدی که عبدالرحمن کدومه. این همونا اونقدر به کارمندا و ایناش میرسید که اونا هم لباسشون درست بود، عبدالرحمن هم لباسش مثل اونا. و وقتی هم قبل از وفات بسیاری از برده ها رو خرید و آزادشون کرد. برده آزاد کردن یکی از رسمهای ایمانی و انفاق در راه خدا بود که اسلام این رو تشویق داد تا از چهره زمین و از سرزمین های مسلمان ها بردهداری و برده فروشی رو برای همیشه از بین برد. این عبدالرحمن ابن عوف بود که چنین مکانتی داشت. و جالب اینجا بود که یه روز وقتی روزه بود، وقتی واسهش غذا آوردن، غذا رو نگاه کرد، گفت خدای من. مصعب ابن عمر یادتون باشه، همون قاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیکی که پیامبر قبل از هجرت از مکه فرستاده بود به مدینه، از یه خانواده بسیار ثروتمندی بود. وقتی که مسلمون شد همه ثروتش رو کشیدن، مادرش رهاش کرد و تک تنها رفت مدینه و باعث اسلام مدینه شد. بیشترین افرادی که در مدینه مسلمون شدن به دست همین مصعب ابن عمر که مدت زمانی زیادی از اسلامش نگذشته بود. همه ما از ایشون بیشتر قرآن شاید بلد باشیم. خب اون وقت خیلی از آیات قرآن نازل نشده بود، اصلا مثلا به مصعب نرسیده بود. همون مقدار اندکی که از قرآن داشت تونست مدینه رو در مدینه غوغا بپا کنه و مدینه رو هدایت کنه. عبدالرحمن ابن عوف میفرمود در این لحظه که غذا رو دید، گفت که مصعب ابن عمر شهید شد و اون از من بهتره و بهتر بود. وقتی اومدیم دفنش کنیم کفنش کفاف نمی کرد. سرش رو می پوشودیم پاهاش بیرون می اومد، پاهاش رو می پوشودیم سرش بیرون می اومد. حتی اون پارچه‌ای که ایشون رو کامل کفن کنیم رو در اختیار نداشتیم. بعد می گفت با خودش که نکنه که این رزق و روزی فراوان و این ثروتی که خداوند متعال به من داده، نکنه که این روزی من یا پاداش من در این دنیا باشه و در آخرت من بیزاد بمونم. و فکر کرد و داشت گریه میکرد و از خداش میخواست که خدایا اینطور نشه که من
از این دنیا برم در حالی که رزق و روزیم اینجا کامل شده و پاداشم رو اینجا گرفته باشم اونجا بیزاد بمونم. این فردی که اینطور در راه خدا انفاق میکرد با این ایمان، این فردی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تو این دنیا بهش مژده بهشت داد، از عشره مبشره به بهشت هست، از 10 کسی که بشارت بهشت رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از خداشون تو همین دنیا گرفتن، از اهل بدر هست، اهل بدری که خداوند متعال بر زبان پیامبرش به اونها گفت که برید اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم، برید هر چی از شما سر بزنه من پیشا پیش شما رو بخشیدم. این از جمله اوناست، اما باز هم تقواش، باز هم ایمانش اون رو نهیب میزنه که نکنه که روز قیامت از دیگران عقب بمونی. این عبدالرحمن ابن عوف اون شخصی است که وقتی وفات کرد حضرت سعد ابن ابی وقاص دایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روشون نماز خوندن و ایشون رو جنازش رو آماده کردند و حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر ایشون نماز خوندن. این بود عبدالرحمن ابن عوف، یکی از شخصیت‌های عمده تاریخ اسلام و یکی از نامه‌های جاویدان، یکی از ستارگان درخشان که از مکتب رسالت بیرون اومدند. هر کسی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، هر چه به پیامبر بیشتر نزدیک شد تابنده تر گشت. من و شما هم راهی که باید بریم تا جاویدان بمونیم، تا بشارت بهشت رو تو دنیا ببینیم، تا دنیامون مقدمه بهشتمون باشه، همینه که خودمون رو هر چیز بیشتر و بیشتر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیک کنیم. پس دست در دست هم میریم پیش به سوی نزدیکی و شباهت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم.